خب بریم با هم سس ولوته درست کنیم. یکی از 5 تا سس اصلی هستش که دقیقا مثل بشامله، با این فرق که به جای شیر از آب مرغ استفاده میکنیم. بریم دستور تهیه‌اش رو ببینیم. مهمترین نکته درست کردن آب مرغه. ما اسکلت مرغ رو میندازیم توی آب، یه بار میجوشه و آب خالی میکنیم، دوباره میذاریم سر گاز بدون اینکه هیچ چیزی بهش اضافه کنیم، یعنی نه نمک نه ادویه، فقط پیاز. و بعد از 45 دقیقه تا 1 ساعت مرغ رو جدا میکنیم استخونا رو و فقط یه مقدار نمک بهش میزنیم. دوباره همون کره رو میندازیم توی تابه، آرد میریزیم و حدود مثلا 3-4 دقیقه تفت میدیم. بعد از اینکه رنگش کاراملی شد، آب مرغ رو آروم آروم اضافه میکنیم بهش تا اینکه به اون قوامی که میخوایم برسه. بعدم که ادویه در واقع نمک و فلفل فقط بهش میزنیم. اینم از اون حالتی که میخوایم سس داشته باشه، یه بافت نرم و خامه‌ای.